کردن و نتیجهش همی شد که دیگه 7 تنظیم که رهبرای از او بودن علیه یکدیگر چی شدن، درگیر شدن، حتی ای که در این ولسوالی ها و قرا و قصبات هم قماندان های محلی علیه یکدیگر درگیر شدن و جنگ های داخلی شروع شد. یکی از جمله دیگه خرابی هایی که در او وقت مردم افغانستان ما از اون ناحیه رنج کشیدن مدت ها، اینمی تقسیم چی بود، احزاب بود دیگه، موجودیت احزاب مختلف در چی بود، افغانستان بود، تنظیم های مختلف در افغانستان بود دیگه، قماندان بازی و ای جبهه بازی و ای چیزا بود که مردم ما او چیزی که نتیجه ملموسی که از امو جهاد و مبارزه و مقاومتشان علیه روسا بود باید به دست می آوردن، او را به دست نیاوردن. شما را به این چی میکنه، تشویق میکنه به زبان پرستی و قوم پرستی و دیگه اینا بدانین که او از شما نیست بلکه دشمن شما هسته، او کسایی که لاف از این میزنند که در افغانستان شما را به قوم پرستی چی میکنن، تشویق میکنن، ترغیب میکنن، به زبان پرستی تشویق و ترغیب میکنند. همون کسایی که خود را تیکه‌دارای حقوق بشر میگن، در اونا همیشه میانی سیاه پوستا و سفید پوستاش درگیری است. این تو جاهایی هست که برای سیاه پوستا اصلا اونا هیچ حیثیت قائل نمیشوند. قبل از همه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحال هستم که چنین یک فرصتی مساعد شد که به ولسوالی رستاق سفری داشته باشیم و شما بزرگا محاسن سفیدان و مردم نجیب ولسوالی رستاق دید و بازدیدی داشته باشیم. قوم های عزیز، برنامه و اجندای سفر جناب وزیر سیب اطلاعات و فرهنگ به این ولسوالی دیگه افتتاح یک پای رادیو بوده. در ضمن هم با استفاده از همه فرصت خواستیم که با شما هم دید و بازدیدی داشته باشیم و اظهار ما فی ضمیر بکنیم و از شما هم چیزی بشنویم و چیزی به شما هم بگیم. قوم‌های نهایت گرامی و معزز، شما بیشتر و خوبتر میدانید که کشور عزیز ما افغانستان مدت‌ها بوده که مورد تهاجم و تجاوز قدرت‌های بزرگی دنیا قرار گرفته و بعد از او مردم مسلمان و غیور افغانستان در برابر از او دست به قیام مسلحانه زدند، قربانی دادند و کشورشان آزاد کردند. متاسفانه همو دسته های خارجی دیگه از کشور عزیز ما بعد از ختم اشغال دور نشد و همو دسته هایی که اینجا بازی میکرد مردم ما را علیه یکدیگر درگیر ساخت و مشکلات های گوناگونی که در زمان اشغال هم حتی مردم با او مواجه نشده بود، بعد از اشغال با او مشکلات ها مواجه شدند. افغانستان تقسیم کردند، هر جا قدرت های ملوک و طوایفی بالای مردم حکومت میکرد، سر مردم ظلم میکرد، استبداد میکرد. خو امو دسته های دراز شده بود که اخیرا نتیجهش این شد که باز یک فرصت برای یکی از قدرت های دیگری بزرگ دنیا که امریکاست مساعد بسازه و دیگه فرصت برای از او دست بده که او خودش دست به تجاوز به کشور عزیز ما افغانستان بزنه. باز هم امو قیام مسلحانه مردم مسلمان مجاهد جهاد پرور و شهادت خواهی مردم افغانستان بوده که این ابر قدرت دیگر هم به زانو در آوردند و ایرم از کشورشان بیرون ساختند. الحمدلله یکی از جمله او چیزایی که بعد از اینکه مجاهدین در جهاد علیه روسها پیروز شدند ولی از او کدام نتیجه مثبتی به دست آورده نتونستند، یعنی بعد از آزادی افغانستان چیزی که مردم افغانستان میخواست او دیگه آرامش و امنیت کاملی مردم افغانستان در تحت سیطره و سلطه یک حکومت کامل اسلامی بود، به او دست نیافتند. علت اساسیش این بود که پیش از اینکه مجاهدین در افغانستان پیروز شوند
اما دسته هایی که بازی میکنه هر یکی از رهبرای ما را اونا در چنگال خودشان در دست خودشان گرفتند، مطابق رأی و نظر خودشان استعمال کردند و نتیجهش همین شد که دیگه 7 تنظیم که رهبرای از او بودند علیه یکدیگر چی شدن، درگیر شدن، حتی ای که در این ولسوالی ها و قرا و قصبات هم قماندان های محلی علیه یکدیگر درگیر شدن و جنگ های داخلی شروع شد. یکی از جمله دیگه خرابی هایی که در او وقت مردم افغانستان ما از اون ناحیه رنج کشیدن مدت ها، اینمی تقسیم چی بود، احزاب بود دیگه، موجودیت احزاب مختلف در چی بود، افغانستان بود، تنظیم های مختلف در افغانستان بود دیگه، قماندان بازی و ای جبهه بازی و ای چیزا بود که مردم ما او چیزی که نتیجه ملموسی که از امو جهاد و مبارزه و مقاومتشان علیه روسا بود باید به دست می آوردن، او را به دست نیاوردن. و الحمدلله حالا ایت یک فرصت بسیار خوبی مساعد شده و امارت اسلامی افغانستان هم نسبت به امو تجربه‌ای که قبلا داشت این اوضاع را به شکل درست کنترل کرده که در زمان جهاد هم در افغانستان فقط یک حرکت بود و تحت یک رهبری یک قیادت جهاد در برابر آمریکایی ها پیش میرفت و بعد از اینکه جهاد به پیروزی رسید حالا هم فقط یک حرکت است و یک امیر است که بالای افغانستان و مجاهدین افغانستان حکم میرانه و مردم از او اطاعت و پیروی میکنند. عزیزان گرامی، در اسلام اصلا حاکمیت مطلق از آن الله بزرگ است دیگه. حکومت ها در دنیا، حکومت های اسلامی یعنی هدفم تطبیق کننده همون نظام الهی در روی زمین الهی هستند دیگه، تطبیق کننده همون حاکمیت است که الله رب العزت بالای مردمش داره، الله رب العزت بالای بندگانش داره، همون را اینها حکومت در روی زمین چی میکنه، تطبیق میکنه. امارت اسلامی افغانستان الحمدلله بعد از اینکه به پیروزی رسید خو از جمله حکومت های اسلامی است که در دنیا در شرایط فعلی در وقت فعلی اصلا نظیرش دیده نشده و نیست. به این اساس تبلیغات های زهراگین دشمنای اسلام، دشمنای افغانستان هم متوجه این حکومت هستند و کوشش میکنند که فاصله میان این حکومت و میان مردم ایجاد بکنند. برنامه‌ای را که وزارت اطلاعات و فرهنگ امارت اسلامی افغانستان به راه انداخته هدفش همین است که برای مردم ایرا بداند و بفهماند که اصلا هیچ فاصله میان حکومت امارت اسلامی و میان رعایتش اصلا وجود نداره. امارت اسلامی افغانستان کسایی هستند که در رهبری از و همچنین در نیروهای امنیتی از کسایی هستند که از بطن جامعه بر خواستگی هستند و فرزندای خودی همین مردم هستند، در خدمت همین مردم هستند. هیچ فاصله میان حکومت و میان رعیت، میان حکومت و میان ملت اصلا وجود نداره و هیچ کس به فاصله قائل نیست. یکی از جمله امتیازات و خصوصیات حکومت امارت اسلامی هست که همیشه بزرگای امارت اسلامی، کسایی که در رأس حکومت هستند، اونا کوشش کردن که در میان مردم زندگی بکنن و خودشان را همانند مردمشان بدانند، نه برتر و بالاتر از مردمشان. و این شکلی که ما بررسی میکنیم همیشه میدانیم دیگه در نظام امارت اسلامی الحمدلله از وزیر گرفته تا رئیس و تا همو مأمور پایان دیگه هر کدامی از این احساس دارن ای که تا چی حد توان دارن، هر کدامی از این احساس دارن که برای افغانستانی مظلوم رنج کشیده، رنج دیده، برای این ملت رنج کشیده و رنج دیده که مدتها جنگها از یا قربانی گرفت، برای این مردم یک چیزی خدمت شود و این کشور کوشش بکنیم که ما چی بکنیم، آباد بکنیم، هم معنوی آباد بکنیم و هم مادی آباد بکنیم. هر چیز ما قربانی چی میکنیم، قربانی آبادی و ترقی و ترفیع دنیا را ما قربانی آزادی و استقلال وطنمان میکنیم. پس تا حال اگر ما جنگیدیم، مقابله و مبارزه کردیم در برابر کسایی که اونا آمده بودند اینجا آزادی ما را سلب میکنند، ما به خاطر استرداد آزادیمان، به خاطر به دست آوردن استقلالمان علیه از او جنگیدیم. تا حال اگر ما مبارزه میکردیم، جنگ میکردیم، مقاومت میکردیم، کسایی که اونا دشمنای دینی ما بودند، اسلامی ما برمان ایرا امر میکرد که در علیه از یا ما باید چی بکنیم، جهاد بکنیم. پس ما جانمان، آبادیمان، هر چیزمان قربانی دینمان و قربانی آزادیمان کردیم و الحال الحمدلله افغانستان آزاد و مستقل است.
این اگرچه دشمنای افغانستان، دشمنای اسلام، دیگه کسایی که تریلیون دلار اینجا مصرف کردند افغانستان نتوانستند که زیر سلطه خودشان بیارن و در اشغالشان نگاه بکنند. دیگه اونها شاید تریلیون دلار دیگر مصرف بکنن به خاطر از اینکه این حکومت اسلامی که اونا را از اینجا بسیار بزیلیت و خواری و رسوایی کشان اینا چی بکنن زیر سوال برن، شاید اما قدر پیسه دیگه مصرف بکنن. ولی مردم افغانستان متوجه باشه افغانستان عزیز ما در 2 سال دیگه در حالتی قرار دارد که آزاد و مستقل است. حکم و امر هیچ کسی دیگر بجز افغان ها در این کشور نمی چلد. فقط خودی افغان هستند که اینجا حکومت میکنند. افغانستان ما در 2 سال الحمدلله چنین یک امنیتی را داراست که دیگه نظیرش قبلا در افغانستان دیده نشده است. و این را یک عسکری خارجی هم اینجا وجود نداره، حضور نداره. و اینجا نیروهای امنیتی شما فقط از عواید داخلی شما تمویل و تجهیز می شوند، از جانب خارجی ها نه سپورت مالی می شوند نه سپورت نظامی و نه چیزی دیگر. فقط با روحیه افغانی تربیت می یابند و اینجا برای شما خدمت میکنن و در خدمت شما قرار دارند. جهت تأمین امنیت شما شب و روز کار میکنند. یک عسکر خارجی موجود نداره. یاد دارن که حکومت جمهوری که مردم پشت سر او استاد میشد و بسیار پیسه را مصرف میکرد تا اینکه مردم او را انتخاب بکنه، اما میگفت که اگر آمریکایی ها از افغانستان بروند ما توان این را نداریم که 6 ماه در افغانستان چی بکنیم، حکومت بکنیم. باز یاد همه ما و شما هست که 6 ماه اونا خودشان ضرب الاجل تعیین کردن که یعنی بعد از اینکه آمریکایی‌ها برن ما 6 ماه بالا حکومت کردن نمیکنیم. ولی کسایی که متکی به اجانب بودن و به دیگرها بودن اینا دیدین که 6 ماه 15 روز پیش از آمریکایی‌ها خودی از افغانستان ترک کردن و رها کردن و چی کردن، فرار کردن رفتن. 15 روز پیش از آمریکایی‌ها. پس امارت اسلامی افغانستان متکی به هیچ کشوری بیرونی نیست و نبوده و خودی فرزندای شما هستند که اینجا جهت تأمین امنیت شما، رشد اقتصاد شما و همچنین به خاطر عرضه هر نوع او خدماتی که حکومت باید به ملتش عرضه بکنه. این 2 سال است که آستین ها را برزده و شب و روز تلاش میکنن، کار میکنن تا اینکه ما یک ملت آسوده داشته باشیم. و در اسلام همین سمت پرستی و قوم پرستی و زبان پرستی و این چیزا اصلا جایی نداره. هر او کسی که شما را به این چی میکنه، تشویق میکنه به زبان پرستی و قوم پرستی و دیگه اینا بدانین که او از شما نیست بلکه دشمن شما هسته، او کسایی که لاف از این میزنند که در افغانستان شما را به قوم پرستی چی میکنن، تشویق میکنن، ترغیب میکنن، به زبان پرستی تشویق و ترغیب میکنن. همون کسایی که خود را تیکه‌دارای حقوق بشر میگن، در اونا همیشه میانی سیاه پوستا و سفید پوستاش درگیری است. این تو جاهایی هست که برای سیاه پوستا اصلا اونا هیچ حیثیت قائل نمیشوند و اگر سفید پوستاش به قدرت برسد برای سیاه پوستا به قدرت برسد برای سفید پوستا هیچ اهمیت قائل نمیشه. ببین حتی به اساس رنگ هم میانی بین نوع انسان اونا تفاوت قائل هستند. اسلام است که میانی بین نوع انسان هیچ تفاوت قائل نیست. اگر سیاه است، سفید است، به هر رنگی که هست، یکی چیزی است مسلمان هست و در این کلمه با مسلمان ها شریک است که لا اله الا الله محمد رسول الله، او را مسلمان ها از خودشان میدانند. پس متوجه باشیم که تبلیغات زهراگین دشمنای ما دیگه باعث این نشود که ما باز کوشش بکنیم، خدا نخواسته که کشور ما را به سوی یک بحران ببریم، باز کوشش بکنیم که اینجا با جنگا شروع شود، قسمی که قبلا بود امنیت چی بکنیم اخلال بکنیم در مناطق ما که الحمدلله مدت 2 سال است که دیگه مردم ما در امنیت کامل و در آرامش کامل زندگی میکنن، زندگی به سر میبرن و این که امنیت بود انشالله همه چیز به دست میآید، در هیچ شکی نیست. پس مردم ما متوجه این امر باشند و فریب تبلیغات زهراگین دشمنان ما نخورند.